به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزای دلم. امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه. ابوالفضل ساکت باش هستم، دانشجوی رشته پزشکی و مدرس و مؤلف درس شیمی. بچه‌ها ما داخل کتاب درسیمون یه سری تمرین دوره‌ای ها رو داریم که تازگی‌ها به کتاب اضافه شدن و طراح‌های نهایی زیاد سراغشون نرفتن، یا بهتر بگم اصلا تا حالا سراغشون نرفتن. این تعداد تمرین‌های دوره‌ایمون سه تا تمرین دوره‌ایه که هر سه تاش هم داخل فصل 2 شیمی 12متون وجود داره. ما میخوایم تو این ویدیو با هم دیگه بریم سراغ حل اینها و با هم دیگه ریز به ریز نکاتش رو یاد بگیریم و مرور کنیم که اگر این تمرین دوره‌ای ها داخل امتحان نهایی اومدن که احتمالش خیلی بالاست، دیگه جای واسه بحث نمونه، راحت جوابشون رو حل کنیم یا جواب بدیم بهشون. بریم شروع کنیم از اولین تمرین دوره‌ای، تمرین دوره‌ای شماره 11 تو فصل دوم کتاب درسیمون. خب بچه این تمرین دوره‌ای خب همون آیا میدانیدی هست که داخل صفحه مربوط به فلز لیتیوم تو فصل 2 اومده. خب و حالا مؤلف کتاب درسی اومده اینو در قالب یک تمرین دوره‌ای براتون آورده. پس بریم با هم دیگه کارش کنیم ببینیم که چی به چیه. میگه اگر کاتود نوعی باتری لیتیومی که در تلفن همراه به کار میرود حاوی MnO2 جامد باشه. خب پس چی شد؟ این MnO2 جامد هستش چی؟ کاتود ما. پس اینجا این میشه چی بچه‌ها؟ میشه کاتود. پس این کاتود این چی میشه؟ آنود. حله. و خیلی هم حالا بدیهی بود دیگه، اینجا آنود داره اکسایش پیدا میکنه، آنود محل اکسایشه. اگر به ما نمیگفت من از همینم میتونستم بفهمم. و اینجا هم داره الکترون میگیره و داره کاهش پیدا میکنه و کاتود هم محل کاهشه. و نیم واکنش ها به شکل زیر خواهند بود. مورد آ میگه عدد اکسایش Mn را در MnO2 و LiMnO2 تعیین کنید. بریم داخل MnO2 تعیین کنیم. داخل MnO2 من یه دونه Mn دارم و علاوه دو تا اکسیژنی که لحظه من این قلمو درست کنم. دو تا اکسیژنی که هر کدوم منفی 2 هن. پس اینجا Mn من میشه چند بچه‌ها؟ Mn میشه مثبت 4. حله. اینو بعد برابر با صفر قرار بدم دیگه. بذارید من اینو اینجا این شکلی براتون بذارم واسه بچه‌هایی که حالا یه کوچولو شاید در این قسمت رو گیر داشته باشن راحت تر باشه. پس چی شد؟ این میشه مساوی با صفر. چرا؟ چون بار کلی حالا ترکیب من صفره و از اینجا Mn به دست میاد چند بچه‌ها؟ مثبت 4. حالا قسمت بعدی LiMnO2. خب بچه‌ها این یک ترکیب یونیه و پیشنهادمون اینه که آقا این ترکیب یونی ها رو بشکنیم. پس این میشه Li مثبت MnO2 منفی. حل. پس الان من اینجا واسه این دارم چی؟ Mn به علاوه دو تا اکسیژنی که هر کدوم منفی 2 خب شده مساوی با چی بچه‌ها؟ بار کل این شده مساوی با منفی 1. پس از اینجا این منفی 4 بیاد این بر میشه مثبت 4 با منفی 1 جمع میشه. Mn به دست میاد چند بچه‌های من؟ به دست میاد مثبت 3. پس مورد آ رو جواب دادیم. میگه هنگامی که تلفن یا رایانه همراه روشن است و باتری نقش سلول گالوانی داره چگونگی جابجایی الکترون ها و ایون های لیتیوم رو توصیف کنید. خب بچه‌ها وقتی که تلفن همراه روشنه خب باتری بعد به ما چی بده؟ بعد به ما الکترون بده. بعد باتری واسه ما کار کنه، الکترون بده تا تلفن همراه ما کار کنه. خب پس واکنش اول اونجا به همین شکل انجام میشه. یعنی لیتیوم تبدیل میشه به Li مثبت و علاوه الکترون تا الکترون رو تولید کنه. خب حالا جهت حرکت این Li مثبته خب به چه سمتیه بچه‌ها؟ Li مثبت مگه کاتیون نیست؟ خب کاتیون ها همواره به سمت چی میرن؟ به سمت کاتود حرکت میکنن. حله. پس این شد قسمت ب. اوکی. حالا قسمت پ چی میگه؟ میگه هنگامی که تلفن یا رایانه همراه در حال شارژ شدن است و باتری نقش سلول الکترولیتی رو داره. آره دیگه من باید باتریمو شارژ کنم تا بدونم از حالا ارزم به خدمت شما باتریمو بتونم استفاده کنم. پس اینجا میشه چی؟ سلول الکترولیتی نیاز دارم دیگه. بعد به باتری برق بدم. در واقع واکنشی در خلاف جهت اصلیش بعد انجام بشه. چگونه جابجایی الکترون ها و ایون های لیتیوم رو توصیف کنی؟ دوباره Li مثبت میاد این بار الکترون میگیره بچه‌ها به علاوه الکترون میشه. حله. خب پس چی شد؟ الکترون رو گرفت تبدیل میشه به چی بچه‌ها؟
اتم لیتیوم. این شده از قسمت پ. پس چی شد؟ تو قسمت پ الکترون میگیره، تو قسمت ب الکترون رو تولید میکنه باتری ما. بریم با هم دیگه سراغ سوال بعدیمون. سوال ارزم به خدمت شما سوال 15 از تمرین دوره فصل دوممون. میگه چی؟ با توجه به شکل پرسش‌ها پاسخ بدید. میگه این سلول گالوانیه یا الکترولیتی؟ میگیم چیه بچه‌ها؟ الکترولیتیه. چرا؟ به دلیل وجود باتری. یا یکی دیگه از دلایلش اینه که آقا هر دو تا الکترود داخل یه دونه ارزم به خدمتت الکترولیت قرار دارن. مورد ب میگه در سطح کدام الکترود نیم واکنش اکسایش رخ میده. بریم با هم دیگه ریز بشین داخل ارزم به خدمت شما شکلمون. بچه‌ها یون‌های مثبت به سمت کدوم الکترود میرن؟ الکترودی با بار منفی، درسته؟ ام مثبت داخل الکترودی که یعنی در سطح الکترودی که بار منفی داره میاد الکترون میگیره، اوکی، و تبدیل میشه به چی؟ ام. اوکی، این حالا ام مثبت حالت فیزیکیش چیه؟ مذابه، حله. ولی من ام رو نمیتونم حالا زیاد وارد جزئیاتش بشم و بگم که آقا ام مثلا مذابه یا نه جامد هم میتونه باشه. اینا میتونیم همینجوری همینجا بذاریم، زیاد نمیتونیم در موردش بحث کنیم. پس این چی شد؟ نیم واکنش کاهش اتفاق افتاد. پس این میشه کاتود من. اوکی، پس اینجا شد کاتود. حالا تو قسمت بعدیمون میره سراغ ایکس با بار منفی. ایکس با بار منفی میاد میچسبه به کی بچه‌ها؟ میاد میره سمت الکترودی با بار مثبت. خب پس چی شد؟ ایکس با بار منفی در سمت الکترودی با بار مثبت تبدیل میشه به ایکس به علاوه چی؟ الکترون. قبوله؟ حالا این داره چی پیدا میکنه بچه‌ها؟ اکسایش پیدا میکنه. اکسایش محل چیه؟ یعنی آنود محل چیه؟ آنود محل اکسایشه. پس اینجا هم میشه آنود من. این هم از این مورد. بچه‌ها میتونم در مورد حالت فیزیکی ایکس بحث کنم؟ بله، برخلاف ام میتونم بحثش کنم. خب چه شکلی؟ بچه‌ها ام بار با بار مثبت خب مثلا فلزات گروه 1 میتونن باشن. خب از اون طرف بعضی از فلزات واسط هم میتونن باشن. خب زیاد من نمیتونم بگم ام دقیقاً کیه، اما ایکس با بار منفی، یک بار منفی، خب همون هالیت ها هستن دیگه، همون یون های هالوژن های من هستن دیگه. خب که اونا در دمای اتاق در واقع به شکل مولکولای دو اتمی یافت میشن. پس اینجا من یه دو میتونم بذارم، در واقع به شکل x2 داره یافت میشه این. اوکی، این از این مورد. به نظر من هم اگر بخواین تو روز امتحان نهاییتون اگر از شما در مورد این پرسیدن به شکل x2 بذارین شکل درست تریه. این هم از این مورد. خب نیم واکنش اکسایش رو گفتیم، نیم واکنش کاهش هم بهتون گفتم. در سطح کدام الکترود اتم های M پدید می آیند؟ در سطح کدام الکترود شد؟ الکترود با بار منفی. خب چرا؟ چون در سطح این الکترود که کاتود من هم هستش نیم واکنش کاهش اتفاق میفته و M با بار مثبت تبدیل میشه به چی؟ M. در سطح کدام الکترود از یون ها الکترون آزاد می شود بچه‌ها؟ در سطح کدوم الکترود بود؟ الکترود آنود بودش. خب الکترود آنود بودش که این اتفاق داره انجام میشه، نیم واکنش اکسایش. نیم واکنش اکسایش اتفاق میفته. اینم از این مورد. اینم بهتون گفتم. بریم با هم دیگه در مورد سوال آخر بحث کنیم. این سوالم با هم دیگه حل کنیم که به نظر من خیلی احتمال اومدنش بالاست. چرا؟ چون یک رویکرد کنکوری داره بچه‌ها. اول توی کنکورها اومده بود و بعد در واقع مؤلف کتاب درسی دید چون تو کنکور اومده گفتش بیام تو کتاب درسی بیارم همین تمرین رو که بتونم تو نهایی هم ازش استفاده کنم. سوال شما میگه میدونید که برای استفاده هر سلول گالوانی به یک مولد یا باتری نیاز داریم. خب در واقع همچین شکلی بودن دیگه سلول های الکترولیتی من دیگه، درسته؟ نگاه کنین یک باتری اینجا من داشتم که وصلش میکردم به دو تا الکترود، درسته؟ حالا یه سمتش میشد قطب منفی، یه سمتش میشد قطب مثبت به اصطلاح، و این داخل یک محلول الکترولیت یا یک ارزم به خدمت شما یک الکترولیت مذاب وجود داشتهش. خب یعنی من آقا از باتری، از سلول گالوانی به عنوان باتری برای سلول الکترولیتی میتونم استفاده کنم. میگه شکل رو این ویژگی رو میاد نشون میده. میگه نخست آنود کاتود رو برای هر الکترود در هر سلول مشخص کن، سپس روند انجام فرآیند جابجایی الکترون ها را هنگام استفاده از این سلول الکترولیتی توضیح بده. ما هم دیگه بررسیش کنیم دیگه بچه‌ها.
اینجا من اول سلول گالوانی شروع کنم. توی سلول گالوانی اصلا تفاوت سلول گالوانی الکترولیتی چیه؟ سلول گالوانی توی 2 تا محلول حالا الکترولیت قرار داره، اما توی سلول الکترولیتی داخل یه الکترولیت قرار داره. این سلول گالوانی جایی که الکترون داره تولید میشه چی میشه بچهای من؟ میشه قطب منفی من. خب این قطب منفی در واقع میشه چی؟ میشه آنود یا کاتود. توی سلول گالوانی قطب منفی میشه چی؟ آنود. حله بچه‌ها؟ اینجا وقتی منفیه این الکترون‌ها دارن میرن اینجا، پس اینجا هم میشه چی بچه‌ها؟ اینجا هم میشه منفی. حله. اما حواستون باشه توی سلول الکترولیتی قطب منفی میشه چی بچه‌ها؟ میشه کاتود ما. حله. پس در واقع یک آنود داره وصل میشه به یک کاتود. اوکی؟ حالا اینجا وقتی این قطب منفی اینجا میشه قطب مثبت. قطب مثبت وقتی این کاتوده توی سلول الکترولیتی قطب مثبت میشه چی بچه‌ها؟ میشه آنود ما. حله. میشه آنود ما. حالا الکترون ها از آنود دوباره حرکت میکنن میرن به سمت چی؟ کاتود، که اینجا کاتود هم قطب مثبت میشه. حله. پس جهت حرکت الکترون ها همواره از آنود به کاتود بوده توی این شکل ما. حله. و این هم میشه تحلیل این شکل. میتونه سوالای سختی ازش طرح بشه که ما هم داخل کانال براتون قرار میدیم، هم اگر خودتون بخواد توی کلاس شب امتحانمون براتون سوالای سخت این مبحث رو هم حل میکنه. این هم از 3 تا سوالی که تازگی ها اومده به کتاب اضافه شده و هنوز داخل امتحانات نهایی نیومده. میتونین روش یکم فوکوس کنین، تمرکز کنین، یکم حلشون کنین که احتمال اومدنشون داخل امتحان نهایی بسیار بسیار زیاده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. تا یه دیدار دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.